ما دانه‌خوری رو جمع کردیم. چند دقیقه بعد دیگه شروع میکنیم بارگیری را دیگه. ببینید که امشب چند میزنه. دیشب یک موتر بار زدیم 2 کیلو 840 گرم آمد اوسطش. امشب ببینیم چی رقم است. خب 3 کیلو 3 سیر. دیگه ترازو بیارم. خب برو بردار. یکم 3 کیلو 6 سیر. 3 کیلو 6 سیر. خب سلام دوستای عزیز، امیدوارم که شما خوب باشه. امشب ما مرغا رو بار میزنیم. سین 51 روزگی 50 روزگی است. ببینیم که چند میزنه وزن. ما آماده میشیم دیگه لباسا رو میپوشیم کم کم تا که کسی که میخره جوار آماده بکنه، ما خود آماده بکنیم بخیر شروع بکنیم با بارگیری. خب ما باید اول سربار بپوشیم. یک کارگری همیه باید سربار محکم کنیم. چون اینجا یخ هست باید 2 تا جوراب بپوشیم. هیچ چکمه رو بپوشیم بخاطر که این مرغا رفته پای ما رو کثیف نکنه. خب ما آماده هستم بریم که شروع کنیم بخیر. یا علی قفصای آقای جعفریه دیگه. آقای جعفری هم از او پیروی روغن زد خورده خب 10 دانه جوانه بس میاله. خدا دمی نبگی البته دیگه. یه ماشین دو میتونست پایین ربطه سویه قفص سویه. من منطقه دكتورين بجيب بنشور Hiç karat. En iyisi. Nişan kokular. این اشکال نداره. برو باش وين ترمي Aku ya kuliah dia ngaran itu dia. Lah udah malah itu bahasa aku jual lagi besok. Masa muka mereka itu. Ya apa pasti. Kita suruh dulu. Yo tadi itu. Ini apa tadi itu? Ini suara.
خب دوستا دیشب که مرغا رو بار زدیم فعلا در قسمت بیرون کردن این کود است. کودها رو کنده کردیم، حالا بیرون میکنیم. کسایی که فارم داریم بس دوستا فقط پوشال در کف مرغداری اوار میکنه، بعد جوجه رو میریزه. یک از بدیای او کاری است که کود در روی بستر میچسبه، زمان که شستن فارم اذیت میکنه. پس اگر کارتن هم مار بکنید روی پوشال دیگه بستر فارم بسیار تمیز نگاه میشه. نگاه کنید که اینجا بستر فارم چقدر تمیزه. نگاه کنید اینجا اول پوشال بوده، بعد از پوشال کارتن بوده. پوشال استاد پوشال بهتره یا کا در کف سالن؟ پوشال بهتره. دلیل چیه؟ کا که اصلا همه آب جذب میکنه، خیلی چی نمیشه. مثلا پوشال که است خشک میکنه. بسیار عالی. خب مرغا شما چند وزن زده دمی مدت؟ مرغای ما مثلا یک 47 روز نگاه کردیم، تقریبا یک 3 کیلو زاد. ماشاءالله ماشاءالله، نام خدا، خیلی خوبه.